به نام آنکه جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. با عرض سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز و محترم، حسن محمودی هستم. جلسه سوم با موضوع نحوه استخراج طلا، گولد ماینینگ. ما در این سری برنامه ها بازار طلا رو میخواییم بشناسیم. کسانی که در حوزه سرمایه گذاری فعالیت میکنن یا کلیه افراد، خانوارها بایستی با بازار طلا آشنا باشند و جنبه های مختلف اون رو بشناسند و عوامل اثرگذار بر اون رو، تا بتونن به نحو درستی تصمیم گیری کنند. ما در این کانال عمده مطالبی که منتشر کردیم و خواهیم کرد عمدتاً در حوزه سرمایه گذاری، مالی، اقتصاد، حاکمیت شرکتی، تحلیل بازارهای موازی است و پیشبینی بازارهای موازی است. اگر به این نوع موضوعات علاقه‌مند هستید لطفاً با سابسکرایب کردن این کانال ما رو به ادامه مسیر دلگرم و تشویق کنید. خب همونطور که مستحضر هستید، یکی از ابزارهای سرمایه گذاری در دنیای حاضر سرمایه گذاری در طلا و سنگ‌های قیمتی هستش و فلزات قیمتی. ما نمیتونیم فقط یک جنبه نگر باشیم. کسانی که به صورت حرفه‌ای فعالیت میکنن در حوزه سرمایه گذاری نمیتونن یک جنبه نگر باشن، یعنی کلیه منابعشون رو تو ساختمون سازی ببرن یا تو بازار سرمایه ببرن یا تو بازار ارز. لذا بایستی یک سبد دارایی تشکیل بدن و این سبد دارایی یکی از ستونهای اصلیش طلا هستش. طلا یکی از پربازده ترین و کم ریسک ترین سرمایه گذاری های جهانی هستش. خب ما در این جلسه میخوایم در خصوص نحوه استخراج طلا، البته به صورت مختصر فقط در حد آشنایی مطالبی رو خدمت شما ارائه بدیم. خب در پوسته سیاره زمین فلزات گوناگونی وجود دارد، اما فلزات گرانبها را به ندرت میتوان یافت. در واقع طلا از همان فلزات گرانبهایی است که به مقدار بسیار کمی در زمین وجود دارد و به جرئت میتوان گفت بیش از هزاران سال است که طلا به عنوان فلزی با ارزش و قیمتی در دسترس انسانها بوده است. این ماده به دلیل ساختار الکترونیکی اتم‌هایش که تابش الکترومغناطیسی را جذب می‌کند دارای رنگ زرد روشن و درخشان است. همین درخشندگی آن کافی است تا نظر هر کسی را به خود جلب کند. این فلز ارزشمند در دل زمین و در بستر رودخانه‌ها و در سنگ‌ها وجود دارد. از گذشته تا به امروز انسان‌ها روش‌های متفاوتی را برای استخراج آن امتحان کردند که هر کدام مزایا و معایب خود را داشته است. قطعاً طلایی که در حال حاضر به عنوان گردنبند، دستبند یا انگشتر در اختیار دارید با آنچه که از معدن به صورت خام به دست می آید از زمین تا آسمان تفاوت دارد. این فلز با ارزش مسیر بسیار دشواری را طی می کند تا به محصولی قابل استفاده و قیمتی تبدیل شود و از سوی دیگر استخراج طلا از معادن با آن سادگی که فکر می کنیم نیست. خب این طلایی که اینقدر ارزشمند و قیمتی هستش اولا در جهان به ندرت یافت میشه، هر جایی نیست. دوم مسئله‌ای که داره استخراج اون بسیار پیچیده و هزینه بر هست. یعنی ما وقتی که قیمت طلا رو میبینیم اینطور نیست که این طلا به راحتی استخراج شده باشه، بلکه هزینه‌های زیادی رو متحمل میشه تا تبدیل بشه به طلا. خب ما در ادامه ویدیو میخوایم نحوه استخراج طلا رو خدمتتون به صورت مختصر اشاره بکنیم.
چرا که ما که در بازارهای مالی و در حوزه سرمایه گذاری فعالیت میکنیم بایستی با مفاهیم و جنبه‌های مختلف بازارها آشنا باشیم تا بتونیم بهتر تصمیم گیری بکنیم. تمام این مطالبی رو که ما در اینجا ارائه میدیم اینه که دانش شما رو افزایش میده که هدف چی هستش. هدف اینه که بتونید تصمیم گیری های درستی رو انجام بدید. خب همونطور که گفتیم طلا در جدول مندلیوف یا جدول تناوبی عناصر شیمیایی با AU با نماد AU علامت گذاری شده، در گروه 11 هستش و تناوب 6 جدول تناوبی عناصر شیمیایی عنصر 79 هست. خب استخراج طلا چی هست؟ فرایندی است که ضمن آن طلا یا سنگ معدن از زمین استخراج می شود. جداسازی طلا و پالایش آن مراحل و تکنیک های پیچیده‌ای را در بر می‌گیرد. اینطور نیست اونچه که در فیلم ها نمایش میدن که طرف میره کنار رودخونه یک دونه الک ور میداره و کف رودخونه رو کنکاش میکنه. گرچه در بعضی از مکانها احتمالاً شاید با این روش بتونن مقداری طلا استخراج بکنن، ولی اون چی که در دنیای امروزی به عنوان استخراج طلا شناخته میشه کار بسیار پیچیده و زمانبر و پرهزینه‌ای هستش. این رگه های طلا در سنگ ها در زیر زمین قرار دارن. برای اینکه اینها رو استخراج بکنن بایستی زمین رو حفاری بکنن، سنگ ها رو جدا بکنن، بشکنن، اونها رو حمل بکنن و بعد با یک دستگاه هایی این سنگ ها رو خرد بکنن به تیکه های کوچک. بعد از اون اینها رو باید ریز بکنن و یا اینکه اینها رو به قطعات ریزتری یعنی به اندازه شن ماسه اینها رو خرد بکنن. بعد از اینها رو آسیاب میکنن و الک میکنن و به صورت پودر در میاد و بعد از اون تازه شروع میکنن به استخراج و یا استحصال طلا از این ماده معدنی. خب همونطور که اینجا اشاره شده خارج کردن سنگ های حاوی طلا شامل مراحل شکستن سنگ ها، خرد کردن، آسیاب کردن و به صورت پودر در آوردن است. ما اینها رو که میگیم میخوایم اشاره بکنیم که چه مراحل سختی رو داره تا اینکه طلا بشه یک گردنبند، بشه یک گوشواره، بشه یک دستبند و انگشتر. قدیمی ترین معدن طلای کشف شده به 4200 تا 4700 سال پیش از میلاد مسیح باز میگردد که در نکروپولیس بلغارستان مستقر است. یعنی ما نمیدونیم دقیقا اولین معدن اکتشاف طلا کجا بوده، ولی آنچه که فعلا کشف شده در نکروپولیس بلغارستان هستش که مربوط به 4200 سال قبل از میلاد مسیح هست. یعنی انسان ها 4200 سال قبل از میلاد مسیح نیز به استخراج طلا مشغول بودند. همونطور که در ویدیو قبلی اشاره کردیم اولین قومی که به استخراج طلا روی آورد و طلا رو شناخت، آنچه که در کتب تاریخی به اون اشاره شده، مردم هند، شبه قاره هند بوده که با طلا آشنا شدن. ولی امروزه کشورهایی که در تولید طلا نقش اول رو ایفا میکنند آفریقای جنوبی هستش، روسیه، آمریکا و استرالیا که حدوداً 2/3 طلای تولیدی سالانه جهان رو به خودشون اختصاص میدن. البته چین هم وارد شده در سالهای اخیر. چین هم به جرگه کشورهای تولید کننده طلا ورود پیدا کرده. شرکت هایی که بخش اعظم طلای جهان رو تولید میکنن من اینجا آوردم. بریک گولد هستش، گولد کروپ هستش، نیومانت هستش، نیوکرسد ماینینگ هستش، انگلو گولد هستش که اینا عمدتاً در آمریکا و کانادا و استرالیا واقع شدن. بزرگترین معدن طلای جهان از نظر وسعت معدن
کلگوری استرالیا هستش. از لحاظ وسعت داره اشاره میکنه که بزرگترین معدن جهان هستش. ما خوب این رو بدونیم برای اینکه ما بتونیم 1 گرم طلا رو استخراج بکنیم لازم هست 350 کیلوگرم خاک معدنی رو خرد بکنیم، پودرش بکنیم و از این 350 کیلوگرم 1 گرم ما طلا استخراج بکنیم. به این میگن ضریب استخراج طلا. شاید خیلی جاها طلا باشه ولی اگر ضریب استخراج طلا از خاک معدنی از مثلا میگم اون چیزی که الان من در اینجا آوردم و استاندارد هستش، میگن در هر تن سنگ دست کم 5 گرم طلا وجود داره. اگه شما مثلا 1 تن سنگ رو بیاری که توش 1 گرم طلا وجود داره، این قابل استخراج نیست، یعنی صرفه اقتصادی نداره. همینم که ما اینجا الان به صورت استاندارد اومده، این هم ما در ادامه میگیم که بهای تمام شدهش یا هزینه‌های استخراجش چقدر سنگینه. شما فکر کنید میخواید 5 گرم طلا استخراج بکنید، بایستی 1 تن سنگ از زیر زمین بیارید بیرون و اون فرایندی رو که خدمت شما گفتم طی بکنید تا بتونید به 5 گرم طلا برسید. یا به عبارتی از هر 350 کیلوگرم 1 گرم طلا استخراج می شود. به این ضریب استخراج طلا میگن. سرمایه گذاران و اونهایی کار تخصصشون معدن طلا هستش، در صورتی که منطقه رو پیدا کنن که از هر تنش بتونن حداقل 5 گرم طلا استخراج بکنن، اونجا صرفه اقتصادی داره. در صورتی که کمتر از این باشه صرفه اقتصادی نداره. شاید بسیاری از مناطق طلا وجود داشته باشه ولی انقدر مقدارش کم هست و انقدر هزینه استخراجش بالاست که صرفه اقتصادی نمیکنه و نمی صرفه که بخوایم طلا رو استخراج بکنیم. خب روش های استخراج طلا به چه شکلی هستش؟ 2 روش عمده وجود داره. یکی روش روباز هست و یکی روش زیرزمینی. البته روش های دیگه هم هست، روش زیرآبی، آبروفتی، بازیافت از بردهای الکترونیکی که من البته اینها رو در ادامه میگم. ولی 2 تا روش وجود داره. ابتدا که معدن رو کشف میکنن عمدتاً اشتیاق این هست و این بیشتر صرفه اقتصادی داره که ما معادن طلای روباز داشته باشیم، یعنی از همون سطح زمین استخراج بکنیم، خاک رو برداریم و از همونجا اون مراحل رو طی کنیم و طلا رو استخراج بکنیم. روش زیرزمین معمولا به این شکل، وقتی در روش روباز دیگه تموم شد، طلایی وجود نداشت و مجبور هستن دیگه برن لایه‌های زیر، دیگه شروع میکنن به حفاری و کانال ساختن و به عمق زمین رسوخ پیدا میکنن و طلا رو از زیر زمین به روی زمین ارسال میکنن که البته هزینه‌های هنگفتی این فرایند داره. روش زیرآبی همونطور که در میدونید در کف اقیانوس‌ها و دریاها نیز رگه‌هایی از طلا وجود داره و به نوعی میشه گفت برای استخراج اینها خب اولا به اکتشاف نیاز هست زیر دریا و بعدش هم استخراج اینها بسیار پرهزینه است که اصلا صرفه اقتصادی نداره. گرچه اقداماتی آزمایشی انجام دادن و میدونن که کف دریاها طلای بسیاری وجود داره ولی واقعیتش این هستش که صرفه اقتصادی نداره. روش دیگه روش آبروفتی هستش. روش آبروفتی اون چیزی هستش که ما در فیلم ها میبینیم که مثلا یک رودخونه هست، میان با الک و یه مقدار وسیله بیل و اینها از همونجا طلاها رو شکار میکنن. همونطور که میدونید طلا وزنش زیاد هستش و معمولا در یک قسمت های از رودخونه به دام میفته و
اگر قطعش با چشم غیر مسلح بشه دید میتونیم برداشت بکنیم، که البته این روش خیلی برداشتش کم و محدود هست و صنعتی نیست. یک روش دیگه هم که جدیداً باب شده بازیافت از بردهای الکترونیکی هست، CPU کامپیوتر. شما در قطعات سیم کارت و CPU کامپیوتر، برد کامپیوتر و کلا قطعات کامپیوتر مقدار بسیار کمی طلا استفاده شده. برخی از افراد ضایعات کامپیوتر و CPU رو جمع میکنن و بردهای کامپیوتر رو و با روش‌های طلا رو از این ضایعات بازیافت میکنند، که البته در صورتی که به اندازه کافی برد الکترونیکی و CPU وجود داشته باشه دارای صرفه اقتصادی هست که این طلاها بازیافت بشه. خب همونطور که اشاره کردم اینها هر کدوم هزینه داره. مثلا هزینه روش روباز خب بسیار کمتر هست. حالا ما در ادامه جدولی رو نشون میدیم که هزینه ها رو طبق آماری که شورای جهانی طلا اعلام کرده به شما نشون میدیم که چقدر قیمت تمام شده و هزینه ها متفاوته. وقتی که روباز هستش و ضریب استخراج بالاتر باشه خب هزینه ها کاهش پیدا میکنه. هرچه ضریب استخراج پایین تر باشه خب بهای تمام شده بالاتر، این بدیهی هستش و بایستی توجه بکنیم که اعیار سنگ بسیار مهم هست. یعنی اون معدنی که شما کشف میکنید که توش آهن توش طلا وجود داره خیلی مهمه. ضریب استحصالش چند هست، ضریب استخراجش چند هست. اگر مثلا در همونطور که گفتم هر تن 5 گرم باشه دارای صرفه اقتصادی است، ولی کمتر از اون باشه فعلا دارای صرفه اقتصادی نیست، مگر اینکه تکنولوژی های پیشرفته در آینده بیاد که اینها رو به صرفه بکنه. ولی یک معادن بسیار خوبی در جهان وجود داره. مثلا در آفریقا معادنی که در آفریقای جنوبی هست برخیاشون اعیارشون بیش از 20 گرم هست، یعنی هر تن میتونن 20 گرم طلا استخراج بکنن و این خیلی مزیت خوبی هستش. خب ولی عمدتاً اون چیزی که میانگین هستش مثلا در معادن استرالیا و آمریکا با اعیار حدود 5 گرم در هر تن استخراج می شود. خب اینم اشاره بکنم که برای اینکه طلا رو از زیر زمین استخراج بکنن هزینه هاش بسیار بالاست. همونطور که در این اسلاید اشاره شده عمیق‌ترین معدن زیر زمینی جهان در آفریقای جنوبی قرار دارد که در عمق 3900 متری سطح زمین قرار داره. یعنی برای اینکه 1 تن سنگ رو بیان ازش 5 گرم طلا استخراج بکنن 3900 متر زیر زمین رفتند و این نگاه کن چه دردسرها و چه هزینه ها و خطراتی داره که بخوام 5 گرم طلا رو استخراج بکنن. خب ما الان اینجا یک عکسی از روش روباز آوردیم. همینطوری دیوارها رو میتراشن و بارگیری میکنن و فرایند تصفیه طلا رو انجام میدن. این خیلی اگر ضریب استخراجش خوب باشه در حداقل 5 گرم در هر تن باشه این بسیار به صرفه هستش، یعنی بازدهی خیلی خوبی داره. ولی خود این معادن یک روزی سطحشون تموم میشه و دیگه طلایی در سطح نیست بلکه در عمق زمین هست. لذا بایستی حالا کانال بکنن، تونل بکنن و به عمق زمین برن. اینجا روش زیرزمینی هست. وقتی سطح زمین دیگه تلاش تموم شد مجبورن برن به زیر زمین و این سنگ ها رو بکنن و کندن این سنگ ها و کانال سازی نیازمند هزینه های هنگفتی هستش که بایستی انجام بدن تا بتونن سنگ هایی که زیر زمین هست رو به روی زمین بیارن
و اون فرایند تبدیل به طلای خالص رو انجام بدن. من اینا رو آوردم که اولا با روش‌هاش بدون چه روش‌های طلا رو استخراج میکنن، بلکه هم بدونین چه هزینه‌هایی داره و چه دردسرهایی داره. خب روش آبروفتی هم که گفتیم که همین که عکس رو میبینید یک عکس تاریخی هستش در آمریکا که کنار رودخونه اینها نشستن و کف رودخونه رو با یک الک سنگ ها رو میکشن بیرون و چشمی طلا رو میبینن. بعضی از رودخانه ها که در بستر سنگ های طلایی وجود داره میتونه حاوی طلا باشه. خب برد کامپیوتر من یه توضیح بدم. امروزه در CPU و برد کامپیوتر و کارت های تلفن همراه و کارت های الکترونیکی از مقدار بسیار کمی طلا استفاده شده و یکی از روشاش این هستش که برخی‌ها این ضایعات رو میخرن و توسط فرایندی و روشی طلای اون رو استخراج میکنند. خب ما اینجا آماری رو که از شورای جهانی طلا اقتباس کردیم رو اینجا آوردیم. همونطور که میبینید کوارتر اول یا فصل اول سال 2022 بهای تمام شده ساستانتین خب همونطور که در این جدول میبینید و این من جدول رو از سایت انجمن یا شورای جهانی طلا اقتباس کردم و آوردم. میبینید که در فصل اول سال 2022 یا 2022 اومده بر اساس بزرگترین کمپانی های تولید کننده طلا قیمت تمام شدهشون رو اینجا آورده که البته از بیشتری. مثلا شما فکر کنین هارمونی گولد ماینینگ کو برای اینکه طلا هر اونس البته استخراج بکنه 1810 دلار براش تموم میشه. یعنی اگر قیمت اونس جهانی کمتر از این باشه صرفه نداره، بلکه میبندن اینها. پس وقتی قیمت جهانی اونس جهانی کاهش پیدا میکنه، معادنی که قیمت تمام شدهشون بالاست مجبور هستن تعطیل کنن چون زیان میبینن. یا مثلا بعدی 1578 دلار هست، بعدی 1502 دلار. خب اینها میدونید که همونطور که گفتم به عیار یا ضریب استخراج بستگی داره. یکی این که آیا روی زمین اینها استخراج میکنن یا زیر زمین. مثلا اِوولوشن ماینینگ که آخری هستش، این واقعا یک معدن بسیار خوبی داره. یعنی قیمت تمام شدهش 717 دلاره. هرچند قیمت اونس جهانی کاهش پیدا کنه برای این میصرفه که استخراج بکنه. براش 717 دلار قیمت تمام شده میفته و واقعا یک مزیت هست. همونطور که میبینید قیمت های تمام شده اینجا رو زده. پس ما میفهمیم که قیمت جهانی طلا وقتی که قیمت اونس جهانی کاهش پیدا میکنه، خب برخی از معادن تعطیل میکنن و دیگه تولید نمیکنن. ما میدونیم که مثلا قیمت اونس جهانی به 1200 دلار هم در 2 سال اخیر رسید. وقتی میرسه بسیاری از این معادن تعطیل میکنن و صرفه اقتصادی نداره و وقتی عرضه و تولید طلا کم بشه آروم آروم بازار بایستی به تعادل، همون عرضه و تقاضا برسه و قیمتاش دوباره شروع به رشد میکنه تا به صرفه باشه که اینها بتونن وارد چرخه تولید بشن. دیدن این آمارها خیلی به ما کمک میکنه که بتونیم حال و روز بازار طلا رو بهتر درک بکنیم. چیزی که اینجا آورده میانگین وزنی این قیمت ها هستش 1018 دلار هست.
یعنی ما این رو میفهمیم که قیمت کف طلا که دیگه پایین تر از اون احتمالا نیاد. البته در دنیای امروز همه چیز احتمالات هستش، ولی ما اینها رو به صورت منطقی داریم و اقتصادی میگیم. $1181 میانگین قیمت تمام شده هستش و اگر از این کمتر بشه قیمت جهانی، به نوعی خیلی از اینها تعطیل باید بکنند. خب پس ما میفهمیم که این طلایی که در بازار جهانی داره تولید میشه قیمت تمام شدهش به طور میانگین $1181 هست و این خیلی دید خوبی به ما میده که بفهمیم که قیمت اونس جهانی که بالا و پایین میشه بالاخره چه کفی رو میتونه برای خودش داشته باشه و هرچه قیمت اونس جهانی کاهش پیدا کنه از این بالا یکی یکی باید تعطیل بکنن و تا بیاد پایین. یک جایی میرسه که دیگه عرضه طلا کم میشه، تقاضا زیاد هستش و دوباره رشد پیدا میکنه. خب همونطور که اشاره کردیم حالا اینجا بزرگترین تولید کننده های جهان رو آورده که الان چین هم به جرگهشون پیوسته. چین هست، روسیه هست، استرالیا هست و ایالات متحده آمریکا. امروزه چین سالانه 383 تن طلا تولید میکنه، رتبه اول رو به خودش اختصاص داده و آمریکا که رتبه 4 هست 200 تن تولید میکنه. خب اینا مقدار تولید هست. لازم به ذکر خب این تولیدی که ما حالا در یک جدول فکر کنم جلوتر هستش که اشاره کردیم از سال 2010 یا 2010 تا 2022 تقریبا سالی 4000 تن تولید شده یا تقاضا شده. خب مثلا 4000 بوده، 4700، 4300، 4400 بوده، ولی حالا اگه بخوام همینطور روند بگیم هلوش 4000 تن بوده. این 4000 تن کجا مصرف میشه؟ لازمه بدونید 50% این تولید طلا صرف مصارف زیورآلات و جواهرات میشه، یعنی وارد صنعت جواهرات میشه. 30% وارد حوزه سرمایه گذاری میشن. همونطور که میدونید افراد بسیاری طلا رو فقط با دید سرمایه گذاری میخرن. 15% رو بانک های مرکزی، یکی از ذخایر بانک های مرکزی، تمام بانک های مرکزی جهان طلا هستش و اونها همیشه مقداری از منابع خودشون رو به صورت شمش طلا نگهداری میکنن و 5% هم صرف تکنولوژی میشه. اون 5% که گفتم تکنولوژی میشه همین کامپیوتر، لپتاپ، سی پی یو، موبایل، سفینه های فضایی و سایر صنایع دیگه که از این استفاده میکنن. ولی اون چه که مشخصه 50% صرف جواهرات میشه، 30% صرف سرمایه گذاری میشه. البته اینم باید بدونید اون 50% که صرف جواهرات میشه اونها هم به نوعی با دید سرمایه گذاری دارن باهاش نگاه میکنن. خیلی از ما طلا که میخریم هم برای زیورآلات میخریم، هم میگیم که یک نوع سرمایه گذاری هستش. پس عمده مصرف تولید طلا در جهان صرف جواهرات میشه و 30% اون سرمایه گذاری، یعنی ما به نوعی میگیم 80% اون صرف سرمایه گذاری میشه. حتی بانک های مرکزی هم که خدمتون عرض کنم که به طلا میخرن، اونها هم به نوعی برای سرمایه گذاری هستش. یعنی ما به عبارتی 95% دیدشون سرمایه گذاری هستش. خب اینجا تولید سالیانه کل جهان رو آوردیم. خب این نمودارها به ما کمک میکنن. کسانی که میخوان با بازار طلا هستن بایستی مدام این نمودارها رو مورد ارزیابی قرار بدن که همونطور میبینیم 4200 بوده میاد و توی سال 2020 میشه 3600
تن. اگه یادتون باشه سال 2020 قیمت هر اونس من فکر کنم به 1200 رسیده بود. اینجا هستش که خیلی از بازار خارج میشن و تولید نمیکنن، ولی ببینید آروان که اینا تولید نکردن احتمالا قیمت شروع کرده افزایش و اینها دوباره برگشتن به جرگه تولید. خب حالا کیا از همه بیشتر طلا میخرن؟ خود چین بزرگترین تولید کننده طلا هست، ولی بزرگترین مصرف کننده طلا بعد از چین هند هستش. هند علاوه سنتی و فرهنگی به طلا بسیار به طلا علاقه دارند. بعد از اون کشور آمریکا هستش. همونطور که خود آمریکا هم بزرگترین معادن طلا رو داره. امارات یکی از پرمصرفترین کشورها در حوزه طلا هستش. به نوعی الان امارات شده یکی از قطب‌های برتر معاملات طلا و جواهر. بسیاری که میخوان طلا و جواهر معامله کنند وارد امارات میشن و بیزینس خودشون رو اونجا دارن انجام میدن. ایران هم یکی از مصرف کننده های طلا هستش. از تحریم ها که افزایش پیدا کرد، ایران به نوعی تقاضاش رو توی طلا بالاتر برد. بعد از ایران ترکیه هست، بعد از اون عربستان هستش، بعد از اون اندونزی هست، روسیه هستش و مصر. پس ما پرمصرف ترین کشورها در حوزه طلا رو میتونیم چین، هند، آمریکا، امارات نام ببریم. خب ما خدمتتون عرض کنم موضوع این بحث ما تقریبا تموم شد. ما فقط یک آشنایی اجمالی با نحوه استخراج طلا داشتیم و قیمت تمام شده اون و این نمودارهایی که من اینجا آوردم که بایستی حداقل هایی هستش که هر کسی که در حوزه طلا میخواد فعالیت بکنه آشنا باشه. لازم به توجه هستش که طلا در حوزه سرمایه گذاری بسیار اهمیت داره، اهمیتش بسیار بالا هستش. در خود کشور ما طلا مدام رشد پیوسته و همیشگی داره، یعنی کسی که طلا میخره خیالش راحت هستش که قیمتش کاهش پیدا نمیکنه و صاحب یک فلز ارزشمند شده. گرچه شاید دوره‌های نوساناتی داشته باشه، ولی اگر شما میان مدت و بلند مدت نگاه بکنید بازدهی طلا من با توجه به ریسکی که داره پربازده ترین بازار هست. من این رو خدمت شما بگم. حالا ما در یک ویدیوهایی صحبت کردیم و خواهیم کرد. در حوزه سرمایه گذاری دو جنبه داره، یکی بازده یکی ریسک. همیشه بایستی بازده رو با ریسکش بسنجید. شاید بازار سرمایه در 10 سال گذشته پربازده ترین بازار بوده، ولی وقتی با ریسکش میسنجید میبینید رتبه اول رو دیگه نخواهد داشت. من این رو چون محاسبه کردم طلا در رتبه اول قرار میگیره با توجه به نوسانش، یعنی کسانی که طلا خریدن مقداری که بازده به دست آوردن نسبت به ریسک خیلی بالاتر بوده. طلا فلز خاصی است که در تمام طول تاریخ بشریت معیاری برای سنجش ثروت و قدرت مردمان بوده است. همین که ما در ویدیو قبلی گفتیم، مثلا به خصوص در هند، یعنی مرداشون هم برای اینکه نشون بدن که ثروتمند هستن یا مقدار زیادی طلا آویز میکنن یا خیلی روکش ماشینشون از طلا هستش، فقط برای اینکه نشون بدن که دارای قدرت مالی هستن. گرچه به نوعی با گذشت زمان حوزه های سرمایه گذاری و معیارهای سنجش ثروت تغییر کرده است، ولی کماکان طلا جایگاه خودش رو حفظ کرده و به این زودی ها هم جایگاهش رو به کس دیگه‌ای نخواهد داد. یک حوزه بسیار با ارزش هست. کسانی که وارد حوزه طلا میشن یک بازار بسیار ایمن و کم نوسانی رو برای خودشون فراهم کردند.
بشریت هیچ دورانی را به خاطر ندارد که ارزش طلا کاسته شده باشه. البته تو دنیا، توی جهان، مثلا بازار جهانی که میبینیم اونس رو به دلار، خب نوساناتی داره، ولی اگر روندش رو ببینید روندش افزایشی هست، یعنی مدام در حال افزایش، شاید کاهش پیدا کنه ولی مدام افزایش پیدا میکنه و سد خیلی خوبی در مقابل تورم هستش و مأمن سرمایه گذاران شناخته میشه. خدمتون عرض کنم لذا ما در این ویدیو و در ویدیوهای بعدی که در خصوص پورتفوی و سبد دارایی صحبت خواهیم کرد، حتما اشاره خواهم کرد که بخشی از پورتفوی خودتون رو به طلا اختصاص بدید. من به عنوان کسی که در حوزه سرمایه گذاری و اقتصاد گرچه ادعایی ندارم، اگر هم داشته باشم بسیار اندک است، توصیه می کنم در هر شرایطی بخشی از دارایی‌های خودتون رو به شکل طلا نگه دارید. بسیاری از افراد طلا رو وسیله‌ای برای سرمایه گذاری بلند مدت قلمداد می کنند و به نوعی بیانگر ثروت شخص است. به همین دلیل بسیاری از مردم و سرمایه گذاران بر روی این فلز سرمایه گذاری های بزرگی انجام میدهند. طلا در مقابل سایر دارایی ها از جمله سهام و اوراق ریسک بسیار پایینی دارد و به همین دلیل است که در جهان محبوبیت زیادی دارد و در بازارهای مالی نیز شناخته شده هستش. که گرچه اینم نوسان داره ولی وقتی شما نوسانش رو با بازار مسکن و بازار سهام مقایسه میکنید میبینید که قابل مقایسه نیست. در بحران سال 2008 وقتی قیمت ها ریزش کرد و بورس نیویورک و وال استریت به شدت سقوط کردند، طلا هم کاهش پیدا کرد، مسکن هم ریزش پیدا کرد، ولی قابل مقایسه نبودند. ما در دنیای عدم قطعیت زندگی میکنیم. هر آنچه که ما داریم میگیم و هر آن کس که میگوید با احتمال هست. هیچ کس از فردا خبر ندارد. ما در یک دنیای عدم قطعیت زندگی میکنیم و ما نمیدونیم که فردا چه اتفاقی میافتد. من بسیاری دیدم با قطعیت میگن سال آینده سال بورس هست، سال سهام خریدن هست و بنده خدا افرادی میرن کل منابعشون رو میدن سهام میخرن. خدمت از ما پارسال اول سال 1400 یک جای بالاخره محافلی که میریم در خصوص سهام صحبت میشد، یک نفر با قطعیت گفت امسال سال سهام هست و بیشترین بازدهی رو بازار سهام خواهد داد. ولی خب شما فکر بکنید اگر کسی کل منابع مالیش رو میرفت سهام میخرید چه اتفاقی میافتاد، در حالی که همونطور که میدونید در سال 1400 طلا، ارز و مسکن بالاترین بازدهی ها رو به ارمغان آوردن. نه تنها تورم رو پوشش دادن بلکه از تورم نیز افزایش بیشتری داشتن. این صحبتی که من میکنم اینه که ما هیچ وقت نباید با قطعیت صحبت بکنیم. در بازارهای مالی نیز همانند دنیای ذرات بنیادی در فیزیک اصل عدم قطعیت حاکم است. این رو فراموش نکنید. من این رو همیشه در ویدیوها میگم. ما با عدم قطعیت روبرو هستیم. هیچ چیز حتمی ما نداریم و هیچ چیز قطعی نمیتونیم عنوان بکنیم. لذا بایستی ما مهندسی مالی انجام بدیم، تشکیل سبد دارایی بکنیم، دارایی هامون رو با توجه به شرایطی که هست و پیش بینی هایی که میکنیم که اونم با احتمالات هستش به درستی چیدمان بکنیم که بتونیم بهترین بازدهی خودمون رو به دست بیاریم. من بیش از این مزاحم وقت گرانبهاتون نمیشم. اگر امیدوارم از این ویدیو رضایت داشته باشید.
اگر رضایت داری لطفاً با سابسکرایب کردن این کانال ما رو به ادامه مسیر دلگرم و تشویق کنی. در ضمن پیشنهاد، سوال، نظری که دارید زیر همین ویدیو برای من بنویسید، من حتما پاسخ خواهم داد. خب همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدارتان.